لوله کشی گاز، لوله کشی آب و مال مخابرات نخوابیده. آب برامون میاد ولی خب اصلا آب نمیبینیم. ما 3 نصف شب بلندش اینقدر پمپ و میش بزنی تا آب برات بیاد. ممنونم. آب اونجور از اون آباست که حالا مزه‌ش هم حالا خودتون میدونید چه مزه‌ای میتونه داشته. اهل کدوم روستا هستید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتون و با عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و حتی حرمت حرمین شریفین عسکرین، بنده اهل روستای محمودآباد کهنه و عشایری شترخوار. عزیزان درخواست دارم به این ملت هیچ فرق نمیکنه. ما هم برادر کوچیک اینا هستیم، اینا هم خواهرای اونا هستن. بقول یه پیرمرد پدرونه. خود شما چه درخواستی دارید؟ من درخواست آب دارم. من درخواست آب دارم. من فقط درخواست آب دارم. من نمیتونم یه زن ما نگهش میداریم، اعمال قانون میکنیم و متوقفش میکنیم، میخوابونیم و مجازاتش میکنیم. فرض من از خیلی شرایط دیگه هم باید بزنم، از خیلی وقت دیگه مثلا وای من قاطی کردم ببخشید. این منطقه رو به طور کامل برای بینندگان معرفی کنید و بفرمایید که ما الان دقیقاً کجاست. این والا شوچه شقایی الان شوچه خیلی مشکل داره. فارسی می صحبت نمی‌کنی؟ آره. فارسی صحبت. آره دیگه خیلی مشکل داره. این شوچه دیدید چجوریه الان؟ لجن خونه ها الان تکمیل شده یا نه؟ 40%. بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال خودشونو جمع کنن بریزن تو یه مشنبه، وقتی میرن بیرون یه جای امن برن بریزن که دیگه زیاد کثیف نباشه. مردم ما مردم خوبی هستن، خیلی هم آدم خوبی هستن و خوبی از خود شما نباشه، ولی اینا رو این قربانی، آیا شما میدونید 27 خرداد ماه چه روزی هستش؟ روز جمعه است. 27 خرداد ماه 20 بهمنی. شوراهای قبلی عمامه منم انداختن. نمیدونم شما حساب کو چهارباغ چقدر مصرف داره. این آبم چیز غذا میذاره، غذا نمیپزه، نمیدونم علتش چیه. ما 120 من حقوق میگیریم. آبش دیرپزه. آره دیرپزه. سر کوچه خودمون دیدم در حیاتمون کمی بازه، خانومم پشت در تو حیات نشسته و مهمونایم که اومدن همه خوابن، اشاره کرد به من بیا. یه نفر هول شد رفت داد، بقیه ندارن که بدن، حالا باید چیکار کنن؟ شما اینو با ما بگید. باقی هول نشن نده. بله. نگیم غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، مال مردمو نخوریم، حجابمون رو رعایت کنیم، جایی که نباید نشون نامحرم بدیم ندیم. برای خانوما خیلی سنگین‌تر شده چون جنگ الانی که ما داریم جنگ پشت هستش، قبلا روبرو بوده، جنگ روبرو راحت‌تر هست. مایه‌ای که یک کشور داره، ما از اونا میتونن از ما استفاده بهینه کنن، ما اجازه میدیم این استفاده رو از ما کنن. از زمانی هم که این مترو رو زدن، این پل زیر گذر رو زدن، چند تا دخترای ما رو، زنای ما رو، مردای ما رو لختشون کردن، صدمه بهشون زدن. حادثه‌ای که حتی 20 سال پیش هم اتفاق افتاده بود، بعضی از مسئولین ما رو بیدار نکرده. نه نکردن دیگه. اگه میکردن که اینطور یک کاری میکردن اینطور نمیشد. چند وقت این حمام مخروبه تو این منطقه است و چه مشکلاتی برای خود شما که ساکن این منطقه هستید به وجود آورد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و آقای شهرام و حاج آقا اینا تشریف آوردن اینجا از پاسگاه. شما هم زحمت کشیدین. ما بچه همینجا هستم. آقای که صحبت کردید. خودتون رو معرفی بفرمایید برام بفهمم شغل شما چیه؟ افغانستان ازم حضرت الله صافی زاده، بچه استان کاپیسا، شهرستان تاگاف. آقا احتیاط چیز خوبیه؟ احتیاط خیلی چیز خوبه، برای خانواده هم خوبه، اعتبار بزرگ احتیاطه. متشکرم. آقا مرسی.